سلام عباد. سلام. سلام. خب استاد امروز چه روزیه؟ امروز روز فوتبال بود. خب شما طرفدار کدوم تیم بودی؟ کدوم تیم ها بودن با هم دیگه؟ میتونیم بگیم دیگه هم یادم نه. تیم‌های ارزشمند پرسپولیس و استقلال. تیم های ارزشمند پرسپولیس و استقلال که اخیراً هم به بخش خصوصی انتقال پیدا کرد. به بخش خصوصی. به نظر من بازی رو باید بارسلونا می‌برد. بارسلونا؟ اتفاقا منم پرسپولیس یه مهاجم نوک داره، علی پور. امروز هم گل دوم رو روی یک ضربه والی زد، خیلی دقیق، حرفه‌ای، روی پاس سروش رفیعی که یه پاسی داد که اصلا هیچکی پیش بینی نمی‌کرد. و خب به نظر من علی پور اون همه استعداد نداره و احساس میکنم با جریان فکری معینی پور اخیر توی جامعه در ارتباط. خب منظورم اینه که بکنم خواستی میپرسین بیشتر توضیح بده منتها یادتون رفت. آره یادم رفت. خب اینجوری بگم که ببینید معینی پور اخیراً یک جریان فکری فرهنگی انقلابی راه انداخته که میخواد یک برندی توی حوزه اغذیه مطرح کنه. به نظر من زیر مجموعه فراماسون هاست و یعنی این همه هزینه، این همه سرمایه توی تبلیغات به نظر من برای یک برند اونم که 2-3 ماه اخیر یکم غیر عادی بوده. و علی پور هم که اخیراً از قطر دوباره به پرسپولیس به خونه قبلیش برگشته، بکنم فامیل معینی پور بوده. ببینید بعضی اشکالاتی توی صحبتتون هست. آقای دکتر بادر، این از شما بعیده که به چیزی به اسم فراماسونری اعتقاد داشته باشید. راستشو بخواید من خودم من خودم لول 13 فراماسون ها. شما؟ بله، از 33 تا لول من لول 13 شدم اخیراً و اینکه دفاعیام هم ارتقا داده. یعنی یکی شما رو بزنه میتونی از خودتون دفاع کنید؟ نه دیگه، یعنی اگه یکی منو بزنه قطعاً منو زده. میگه که خوب آدم بزن باشه ولی بزن نباشه. خیلی منطقیه. حرف عمیق و فلسفی بود. بله. ولی کجا بودم؟ بله این که به فراماسون من که اعتقادی ندارم. شما فراماسون هستید؟ خب به میکروفونم شما فراماسونری هستید. اصلا مهم نیست. در ضمن تو بازی بین استقلال و پرسپولیس به نظر من بارسا میبرد بازی رو. چرا؟ بیشتر از این دوتا تیم سرمایه گذاری کرده روی تیم بازیکناش و تیم مورد علاقه منه. وقتی بچه بودم تیم مورد علاقه من بود و چون از بچگی فوتبال رو دیگه ترک کردم ندیدم واسه همون انگار مونده دیگه، انگار همون تیم بچگی هم تیم مونده. تقریبا چند وقت طول کشید این اعتیاد به فوتبال رو بذارید کنار؟ یک روز. چون به مدت فقط 2 روز بود که به فوتبال معتاد شده بودم و یک روز طول کشید که بذارم کنار. و اینکه احساس میکنم شما رونالدینیو میزنید، یعنی میزدید اون موقع. رونالدینیو چون به چپ نگاه میکرد ولی میزد به راست. شما احساس میکنم ماده مخدرتون رونالدینیو بود. اون زمان چند بود رونالدینیو؟ نه خواهشان یکم جدی باشید. چرا رونالدینیو بزنه؟ رونالدینیو بازیکن مورد علاقه من و پدرم بود. خب پس کدوم بازیکن رو مصرف میکردی؟
هیچ بازیکنی هم مصرف نمی‌کردم. بازیکن رو مصرف نمی‌کنه که بازیکن رو تیم باید مصرف کنه توی میدان. خواهشاً از شما بعیده آقای دکتر. یعنی چی مصرف؟ تا مربی باید مصرف کنه بازیکن. باید پول خرج کنید بازیکن بیاری تیم گره بشه. به خاطر همینه بین بازی پرسپولیس استقلال باید بارسا می‌برد. چون پول بیشتری خرج کرده. پول بیشتری خرج کرده بود و تیم مدربی من بود و اصلا اسمش هم خیلی خوبه. بارسلون. بارسلون. نه باید بگین بارسلون. بارسلونا. نتونستیم بگین ولی ولش کن. فقط عشق یک بارسا میتونه این کلمه رو بگه. و ببینید فوتبال چیه؟ از اسمش معلومه فوت و بال. فوت یعنی فوت کردن. بال یعنی اثر. بال در ترکی اصل میگن. میگه وقتی اصل رو فوت کنی میبینی مثل آب نیست. تأثیر فوت کردن روی اصل نداره. شکلشو تغییر نمیکنه با فوت کردن شما. به خاطر همین فوتبال یه چیز بیهوده است. هر چقدر فوت کنی عوض نمیشه. به خاطر همینه که اسمشو گذاشتم فوتبال. یعنی چیز بیهوده است. میبینی هر چقدر توپ توی زمین میره اینور میره اونور نه شکل توپ عوض میشه نه شکل زمین عوض میشه نه شکل بازی. دقیقاً نه شکل دروازه ها 1 سانتی متر اینور نمیشه. چیز بیهوده، چیزی که در واقع تغییری ایجاد نمیشه. پس یعنی فیزیک کوانتوم نمیتونه فوتبال رو توضیح بده دیگه. منظورتون اینه؟ فیزیک کوانتوم لطفاً بحث رو به اونجا نبریم. بهتره بحث رو به اونجا نبریم. یکم پیچیده میشه. باید اینجا یه دفعه بعد من یه تخته‌ای میارم خودم توضیح میدم اینجا. بذارید بخش اونو برسیم. هنوز کار داریم راجع به فیزیک کوانتوم. ولی امروز بحثمون که راجع فوتباله. باید بگم که از بچگی تا به امروز نتونستم حتی یه دونه گل هم بزنم. من بیورزه بود. نه چون گل زدن عوارض داره و بهتره که سیگار از سیگار و بعد خود سیگار رو بتونی ترک کنی. میدونید چیه؟ دخانت خوب نیسته. به نظر من دارین بیراهه میرید. همون بهتره فوتبال رو پیش بگیرید. بحث مواد مخدر راست میگی. راجع به اون یه روز دیگه بحث میکنیم. و اینکه راجع به فوتبال ببین پسر نباید فوتبال بازی کنه. چرا باید شلوارک بپوشه؟ چرا باید پسر حجابش رو رعایت نکنه؟ چرا مثلا فوتبالیستای مثلا رونالدو چرا میاد مثلا موهای پاشو میزنه؟ پسری که موهای پاشو بزنه چیه؟ رونالدوه. دقیقاً. خوب گفتین آقای دکتر. خواهش. ولی جواب دیگه هم بود. میتونستیم بگیم امباپه است. آخه امباپه زدن یا نزدن موهاش تفاوتی ایجاد نمیکنه. چون موهاش سیاهه، خودش هم سیاه. چه بزنه چه نزنه یعنی انگار هیچی نیست. چیزی خاصی دیده نمیشه. از اون بابت. و خوب شد که بحث رو به اینجا کشوندیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا سیاه‌پوستا توی چمن اینقدر خوب بازی میکنن ولی توی فوتسال اون همه مهارت خاصی نداره. چون چمن، من اینجوری بگم که ذهن ما یک ذهن خزنده داره، یک ذهن باستانی که برای بقای ماست. یعنی تمام فعالیت‌های بدن من جمله تنظیم ضربان در دمای بدن، تنفس، اینا رو ذهن خزنده انجام میده. و خب چون سیاه‌پوستا به علت توانایی‌های فیزیکی، روحی و ذهنی خاصی که داشتن از ابتدا مورد استفاده قرار می‌گرفتن که زمین‌های کشاورزی. و چمن به نوعی یادآور اون دوران خوش سابقشونه، دوران اوجشون. به خاطر همینه تعداد سیاه‌پوست‌ها توی فوتبال اخیر خیلی زیاد شده. به طوری که شما می‌بینید مثلا توی تیم آمریکا که همه سفیدپوستن، یا از اون بدتر تیم روسیه تمام بازیکن فوتبال سیاه شد. راست میگین.
چون طبیعت، شما وقتی زیاد توی طبیعت باشی، اون ژنتیک رنگدانه های سیاه ناخودآگاه بهتون انتقال پیدا. به خاطر این اونها هم سرعت بیشتری دارن، هم قدرت بیشتری دارن، ولی مغز کمتری دارن. به خاطر این بهترین مربی های جهان سفید پوسته. بله کاملا خوب گفتین استاد. و برای من سواله که چرا افغانستانی های گرامی نمیتونن فوتبال بازی کنن؟ چون فکر کنم روزهای هفته نمیتونه فوتبال بازی کنه. چون روز دیگه روز نمیتونه بده. شنبه برای اینکه یه پله بره بالاتر بشه، یک شنبه جایگاه یک شنبه رو بگیره، باید 24 ساعت صبر کنه. شنبه خیلی آرمه، دوشنبه عین اونه، یک شنبه هم عین اونه. به خاطر اینکه یه تیم افغانستانی نمیتونه که مثلا سریع 24 ساعت طول میکشه یه بازیکن یکم بره جایگاه بازی کنه بره. احسن. جمعه هم که فوتبال تعطیله، جمعه ها نمیتونن فوتبال بازی کنن دیگه. جمعه ها فوتبال آره دیگه، جمعه ها فوتبال تعطیله دیگه. جمعه هم که نمیتونه اونجا دروازه بیسته، دروازش هم که خالی، دروازه خالی، زمین هم انگار خالی، هیچ حرکت نمیکنه. چون جمعه ها اموهای فتیله میده. اگه شما یه جمعه رو بذارید دروازه اون میشین اموهای فتیله میبینه و خب به راحتی گل میخوره. بله باید به این نکات توجه بشه. ولی متاسفانه توی فوتبال ایران یکم انگار ناشیانه دارن میرن جلو. بنده یکم تجربیاتی که از فوتبال تحقیقات داشتم، توی دانشگاه هاروارد بودم، تحلیل میکردم بازی ها رو، میدیدم که اون تیمی معمولا برنده است توی فوتبال که به بازیکناش روز قبلش چای بیشتری داده، ولی باید همراه چای بیسکویت هم باشه. برندهای مختلف تاثیر میذارن تو این زمینه؟ بله تاثیر میذارن. ترجیحاً ساده طلایی باشه چای و چای نه بیسکویت ساده طلایی باشه و چای همراه نبات به نبات هم میگیم دیگه. و میخواستم اینو بگم که تیم ایرانی باید یا بازیکن‌ها رو به رنگ سیاه رنگ کنن که سریعتر و قوی‌تر بشن، پتانسیلشون بالاتر بره، پتانسیل جسمشون، یا بازیکن‌ها سیاه بیارن و یا میتونن همین بازیکن‌ها رو اونقدر جلوی آفتاب قرار بدن که اینا سیاه بشن. البته به نظر من دیگه نمیتونن بازیکن سیاه بیارن. اگه میخواستن بیارن باید سال 1865 اقدام میکردن. الان به خاطر تورم قیمتشون سر به فلک کشیده. مثلا همین امباپه که تا 2-3 قرن پیش میفروختنش مثلا 50 سنت، الان 120 میلیون یورو. عجب تورمی، عجب زمونی شد. من از همین تریبون از مسئولین عزیز میخوام که شرایط رو برای خرید و فروش راحت‌تر سیاها مهیا کنه. بله خیلی خوب میشه اون موقع. آره کلا صنعت به کیفیت سابق، فوتبال به جذابیت بیشتر و جامعه زیباتر و سفیدتر میشه. بله دقیقا. چرا خونه رو سفید رنگ میکنن؟ زیباتر بشه دیگه. اگه فکر کن خونه‌ای که مثلا درونش همه دیوار سقفش سیاه بود، چه حسی میداد؟ حس برده بودن، حس تاریکی میداد، حس بد میداد. الان فکر کن همه اطراف توی این دور زمونه بر سیاه شده، انگار تاریکی احاطت کرده دیگه. تاریکی احاطت کرده و این بده دیگه. دقیقا.
ولی میدونین چیه؟ تا به حال صابون انسانی شنیدید؟ صابونی که از چربی انسان تولید بشه. نه نشیدم. یه روز راجبش بحث میکنیم. توی یکی از قسمت‌ها قرار راجب و مفید مختصر بحث کنیم. ولی الان بحثمون که راجب فوتبال بود، بحث رو ادامه میدیم. و بحثمون اینه که راجب باشگاه ها، شکل و شمایل باشگاه ها چجوری باید تغییر کنه تا فوتبال کشورمون رشد کنه. به نظر من اول باید آقای میثاقی پور از برنامه فوتبال برتر اخراج کنه، چون میگن هم پدر من ناراضیه هم دامادمون ناراضیه. میگه یا باید شکایت کنیم یا باید کارهای بد بکنیم. شنیده بودم آره اون. فکر میکردم شایع است، ولی وقتی شما هم گفتین منطقی شد. شما شایع نمیدونستم. احسنت به این شناخت دقیق و ظریفتون از شخصیت قطور بنده. ارادت. نوش است. بنده آدم شناس خوبی است. احسنت. وقتی توی دانشگاه هاروارد بودم تونستم شخصیت خیلی از اساتید رو لو بدم. اساتیدی که سفیدپوست بودن، ولی نه در ظاهر سفیدپوست بودن ولی در باطن حس میکردم که سیاه پوستن و روشی پیدا کردم واسه درآوردن، نشون دادن، نمایش پوست سیاهشون برای ملأ عام. میدونید چیکار کردم؟ وقتی توی کلاس بودن روش یکم رنگ سیاه پاشیدم. این رنگ سیاه باعث میشه ببینی یهو فرد سیاه شد و اون سیاه پوستیش نمایان شد. به خاطر اینکه حقیقت رو من لو دادم، من رو از آمریکا اخراج کردم، فهمیدم من زیاد میدونم، قرار خیلی حقایق رو افشا کنم. به خاطر همین منو تبعید کردن. از اونجا گریختم و به کشورم بازگشتم. و به خاطر همین گفتم که انسان شناس خوبیم. همون راست تشتر بودم که این سیاه است. دقیقا. و از گذار واسه هر کدوم که این رنگ رو میریختم معلوم شد که سیاه است. به نظر شما قهرمان این فصل لیگ قهرمانان اروپا کدوم تیمه؟ لیورپول با محمد صلاح آماده یا محمد تانک توی دفاع یا اینکه رونالدو با مجمع آفریقاییون، یه هیئت آفریقایی دارن که از 11 تا بازیکنشون 12 تاشون سیاه‌پوست، یا بارسلونا با تیم مهندسی شده توسط مهندس هانسی فلیک. اینها مدعیان اصلی هستن. منچستر سیتی هم که با پپ گواردیولا حذف شد. به نظرتون مدعی این فصل لیگ قهرمانان اروپا کیه؟ به نظر بنده مدعی لیگ قهرمانان اروپا توی این فصل تیمیه که فوتبال بازی میکنه. ادعا نمیکنه که فوتبال بازی میکنه، تیمی که واقعا فوتبال بازی میکنه. الان مثلا تیم منچستر سیتی بله. به نظرتون میتونه فوتبال بازی کنه؟ نه، اونا فوتبال نما هستن. دقیقاً اونا فوتبال نما هستن، مجبورن فوتبال نما باشن چون پول میگیرن. دقیقاً تیمشون نفتیه. دقیقاً. اصلا ما توی
ادامه بدید دوستان. معذرت میخوام. احساس می‌کنم یکی می‌خواست من اینجا بکشه، نمیدونم حالا. احتمالاً CIA دنباله. من توی دانشگاه MIT که داشتم الهیات مطالعه می‌کردم به یک نکته بسیار جالبی رسیدم. امام علی در نهج البلاغه که توسط ابوالحسن بن حسین بن موسی محمد یا همان سید رضی یا معروف به رضی شریف نوشته شده است. وی در 359 هجری قمری در بغداد در یک خاندان شیعه علوی عالی رتبه به دنیا آمد. از سمت مادری به واسطه 6 واسطه به امام صادق، از سمت پدری به واسطه 5 واسطه به امام سجاد و ژن خوبی داشت و در 406 هجری قمری هم وفات کرد. وی کتاب نهج البلاغه را در 400 هجری قمری مکتوب کرد. خب توی این کتاب امام علی 79 تا نامه داره، 241 تا خطبه داره و 489 تا حکمت داره. من الخطب، من الحکم، من الرسائل. در خطبه سوم به نام شقشقه می‌فرمایند که ولقد کانوا جعلناکم مما یسألون ولاکم یشرکون. یعنی میگه اونی که بهتر دریبل میزنه توی آخرت از پل صراط با سرعتی همچو کیلیان امباپه فندایک رو رد میکنه و به درجات عالی بهشت یا همان فردوس میرسه. از نامه های امام علی علیه السلام میشه برداشت کرد که سید رضی یا معروف به رضی شریف، معروف به رضی شریف، مرد شریفی بود، معلوم از اسمش. بله. خواستم میگم که این بحث فوتبال فرای این دنیاست، فرای این مسائله. شاید حتی همین کره زمین ما برای یک سری موجودات در ابعاد بالاتر توپ فوتبال باشه. میتونه توپ بیلیاردم باشه. دقیقا. میتونه توپ باشه. دقیقا. اصلا احتمال داره کره زمین کروی باشه. ولی به نظر من زمین تخته، یعنی شما میتونی روش بخوابی، بالش پرتو بندازی روش بخوابی. زمین کمد نیست، زمین تخته دیگه. تخته دیگه، زمین تخت. یه تخت خیلی بزرگه. دقیقاً. نمیدونم چرا مردم اینجا پیچیده میکنن. زمین تخته، این همه پتو داره، این همه بالش داره، این همه بالش داره. یه تخت چند صد میلیارد نفر است. دقیقاً. نمیدونم چرا ملت اینجوری میکنن. یکم عقل، یکم خرد به کار باید بندازن، یکم اصلا از این باید استفاده کنن از این که تو این زمزمه است. خیلی خوب گفتین و قبول دارم زمین تخته. و درباره نهج البلاغه از جلوی صحنه میان که 2 دقیقه بیشتر وقت نداره. اگه میشه یه خلاصه یه جنبندی بکنید. من فکر میکنم. پس هستیم. پس هستم. من هستم. پس تلاش میکنم تا بیشتر باشم. هستنم را باید
افزایش بده. هستنت رو باید ببری. هستن چیزی که خدا بهت داده، باید اون هستن رو بیشتر کنی، باید بیشتر باش. کسی که بی نهایت باشه به خدا میرسه. به خدا میرسه. و همین. استاد از گفتگو با شما بسی لذت بردم. ایام به کام و روزگار بحث مفیدی بود. خداحافظ.